لیکن قول اول راجح است که الله تعالی که شما ظلم چیستا استبداد نکنه، چرا اگر دو سه تا باشه خامخا ظلم میکنه. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتامی، اگر شما میترسه که انصاف مراعات کرده نمیتونه در حق یتیما، دخترای یتیم که شما او را به نکاح میگیری مهرشان نمیپردازی، چرا که از خود میدانه سرپرستشان خودتان است. و در زمان پیامبر علیه السلام یک دختر همینطور نکاح کرده بودن، نه تنها او یک باغ داشت که شریک امرای کاکایشان بود، نه تنها که مهر برشان داد بلکه او باغ هم برای خود گرفت و اینطور ظلم ها در اونجا میشد. عایشه رضی الله عنها میفرماید که در اونجا صورت های متنوع بالای دخترها ظلم میشد. الله متعال ای را بند کرد. فانکحوا ما طاب لکم، باید نکاح بکنی امرای او زنایی که طاب حلال و پسندیده است لکم برای شما، من النساء از زنا مثنا دو و ثلاث سه و رباع چار. فین خفتم الله تعدلوا، اگر شما میترسی که عدالت مراعات کردن نمیتونه، فواحدتا نکاح با یک زن بکنه، او ما ملکت ایمانکم، یا آن چیزی که مالک شده دستای راستتان، یعنی با کنیز نکاح بکنه که حقوقش کمتر است. ذالک ادنا الله تعالی، اینمی حکمی که پیش تیر شد، ادنا خیلی نزدیک است الله تعالی که شما در ظلم واقع نشوه، این کار شما مراعات بکنه. 4 قسم ظلم بالای دخترها میشد. یکی نکاح را ولی میکرد، اما کسی که سرپرست دختر بود باز مهرش نمیداد. دومی بود که از ظلم یتیما خودداری نمیکردن، یعنی سر یتیما ظلم میکردن. سومی بود که مال یتیم مصرف میکردن بدون از اینکه رعایت چیش بکنن که آیا ای از است یا نیست، بلکه مصرف میکردن به این خاطر که بان کلان نشوه، باز مال در دست ازی باقی نمانه. 4م قسم برای خوراک خودشان مصرف میکرد، لیکن زیاد مصرف میکرد، مراعات تنها امو فرد. مثلا در یک خانه خودشان 10 نفر بود، یتیم 1 نفر بود، مال از او را و مال خود نصف میکرد و نصفش از مال از او مصرف میکرد. دیگه قسم ظلم ای رقم میکرد که یک دختر یتیم در نکاح نمیداد، همونطور نگاه میکرد به خاطر که میگه این مال خدا باسقط خود میبره، نمیگذاشتن که این نکاح بکنه. الله متعال تمام انواع ظلم بالای امی دخترها یا بچای یتیم الله متعال منع قرار داد. و در مورد نکاح حکم خصوصی آمد. حکم خصوصی که اگر شما یتیم به نکاح میگیری و رعایت حقوقش نمیکنه، برای شما خیلی حقیر معلوم میشه به خاطر که سرپرستش توستی او در ظلم واقع میشه، باید نکاح به امرای زنای حلال و پسندیده بکنه. تا به امو زنا را میگه که هم حلال باشه و هم پسندیده و پاکیزه باشه. از امو خاطر اکثریت مفسرین محققین قائل به ایسته که برای حلال بودن نکاح 2 شرط است. یکی که از محرمات نباشه، دومی است که او فاجره نباشه. یعنی محرمات از جمله مشرکه، کسایی که از نگاه عقیده پلیت است و نجس است، و فاجره کسی که از نگاه عمل پلیت است. مثل که در سوره نور چیست الطیبات للطیبین میاد، مردمانی که پاک هستن هیچگاه نعوذ بالله با زنان ناپاک چی نمیکنه نکاح، همچنان زنان پاک با مردان ناپاک نکاح نمیکنه. الله متعال فرمانش امیسته که شما زنان پاکیزه را و حلال نکاح بکنه. چقدر؟ 2 3 4. معلوم شد که در دین مقدس اسلام تا 4 زن برای یک شخص جایز است، بجز از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که او 9 زنم در حالت حیاتی 9 زن پیغمبر علیه السلام در زندگیش 9 زن در عقد نکاحش بوده. ولی البته این امر خصوصیت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای دیگر امتیان از 4 زن اضافه جایز نیست. علتش است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسانی که از 4 زن اضافه داشتن پیش پیغمبر علیه السلام آمدن، خودشان گفته که یکی از او جمله غیلان ابن چیست اسلمه میگه ثقفی 10 زن داشت، پیش پیغمبر علیه السلام آمد، پیغمبر علیه السلام برش گفت که 4 زنی تا اختیار کو، دیگرها را اعلا بکو. همچنان یک واقعی دیگه هم قیس ابن حارس نام داشت، او هم 8 زن در عقد نکاح خود داشت. زمانی که اسلام آورد پیش پیغمبر علیه السلام آمد، برش گفت که من 8 زن دارم، پیغمبر علیه السلام هم برش گفت که 4 زن اختیار بکو. از آیت قرآن کریم هم مثنی و ثلاث و رباع 4 زن معلوم میشه. چرا؟ به خاطری که در لغت عربی، پشتو، فارسی امیطور عددا برای عظیمیه
که یکی از هم یا اختیار شوه یا 2 یا 3 یا 4. این معنا را نداره که اینمی عددا جمع شوه. مثلا اگر ما چی بکنم 2 3 4 2 این خود تکرار است 4 جور میشه، 3 تکرار است 6 جور میشه، 4 و 6 چند میشه 10. ربع 4 8 میشه، 8 و 10 چند میشه 18. اینالی اگر این طور معنا بده که 18 زنه به نکاح بگیره، مثل که بعضی ملحدین همی کارا را میگه. ما او سال دمینجا در ترجمه می آمدم، در موتر بالا شدم، یک نفر از لغمان بود، دگروال در کسای منصب هم بود، تالی رزن هم نگرفته در کارت مامورین میشینه. ایده موتر ختمه بود، میگه اینا از ما سوال کرد، ما جایم برش دادم، چوکیرم برش ایلا کردم، خودم استاد شدم، در میلی بس بودیم. یک دفعه شروع کرد کسی که ملا چقدر ظلم کرده مردم نفهماندم. گفتم ما خوش شدم که این البته یک نقطه خیلی مهمه در کرده. گفت سایکو 18 زن به یک انسان جایز است یا 4 زن به مردم میگه؟ من گفتم کجا گفته؟ گفته قرآن گفته. کدام ای آیت برام خواند که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. باز من برش گفتم که عربی را خوانده یا نه جاهلی مطلق هستی؟ نه ما اینطور تحقیقات دارم، من بحث میکنم، مناظره میکنم. اونجا کسای دیگه هم بود که مرا میشناخت. من برش گفتم که تو پشتو را میفهمی یا نه؟ مرا سرم چشما را کشید. من گفتم اگر پشتو را هم بفهمی تو قائل به اینمی گپ نیستی، عربی را باز خام میفهمیدی. ما اگر 12 رپا داشته باشیم و اینجا 6 نفر 3 نفر است، به می 3 نفر میگیم که بده 2 3 4 رپا را بده، یعنی به یکی 2 به یکی 3 به یکی 4 بده. در یکیش 2 شد، در دیگه 3 شد، 5 شد، در یکیش 4 شد، 9 شد، در یک 4م نفرم چی باشه قطعش 3 رپا داده میشه. حالان که اگری را که من برش گفتم که بده 2 3 4 باز خب باید 18 رپا قطمه باشه، بعد از او برش بگم که یارا بده. حالان که پیش ما 12 رپا است. این گپ بالکل درست است. اگر به میلیون ها رپا باشه، وقتی که تو بیایی به کسی یک لگ افغانی را تسلیم میکنی، در این مجلس میگی که به اینمی دوستا 100 یا 200 300 رپا بده. این معنای از این داره که 100 خود 200 شد، 200 چند شد 400 شد، 300 چند شد 600 شد. خب و 200 و 400 و 600 چند میشه؟ بگوی که هم 1200 رپا بر کدام یا بده. این درست است؟ این غلط گپ است. مردم خنده میکنه. همون نفر که کسی مامور کرده اگر او شروع کنه 1200 تقسیم کنه، میای اثرش قار میشه که من تو را گفتم 200 بده، تو 1200 میدی، 300 بده. آیت قرآن کریم مطابق لغت عرب است، لیکن بعضی ملحدینی گپا را نمیفهمه. خودشان به لغت عربی حتی بلدیت نداره، اما دعوای علمیت میکنه، به مردم اجازه داده میگه. و دایی از همون خاطر در طایفه های اسلام در یک طایفه هم کسی پیدا نشده که او قائل به این باشه که نعوذ بالله 18 زن جایز است. بله بعضی دلیل ای را گرفته که پیغمبر علیه السلام 9 زن داشت، دیگه مسلمانان باید 9 زن داشته باشه، لیکن امر قیاسی است، قیاس نمیشه. چرا؟ هیچ کس مثل پیغمبر علیه السلام واری نیست. پیغمبر علیه السلام رعایت عدالت کرده، با وصفی که الله متعال از او دمی 9 زنم عدالت از پیشش چی کرده بود؟ معاف کرده بود. اگر قطع یک زن تمام عمرم باقی میماند، هیچ نوع مؤاخذه یا گرفتی الله سرش نبود. اما سری او هم پیغمبر علیه السلام بگوی هیچ نوع بی‌عدالتی نکرده، حتی در وقت مردن خودم بگوی که آخرین حالتش بود اجازت از ازواج مطهرات گرفته که امرای کی باشه؟ عایشه رضی الله عنها باشه. دیگر رعایت کرده. و خوب کمال رعایت میتونست. ما و تو در 2 رعایت نمیتونیم. حاجت به 3 و 4 چیسته تو که در عدد در 9 برسانی. از او خاطر بغیر از یک طایفه اهل تشیع که قائل به ایسته که میگه 18 زن نکاح کردن و هم از حماقت و بیعقلیشان ای قول کرده، وگرنه یک طایفه دیگری هم قائل به این نیسته که 18 زن برای کسی روا باشه، بلکه این مراد 2 3 یعنی هر فرد یا 2 زن بگیره یا 3 بگیره یا 4. چرا تعدد جایز شده؟ مثلا یک شخص میتونه 2 زنم بگیره، 3 هم بگیره، 4 هم بگیره. علت چیسته؟ علت ایسته الله متعال خو مردا و زنا را در دنیا پیدا کرده و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. آلی اگر نفوس شماری شوه، نفوس زنا از مردا کده خیلی زیاد است و این امر بدیهی است، هر کس میدانه. پس وقتی که یک زن برای یک مرد رسید،
امی زنا نفوسش که زیاد است، 1 لک مرد است و 1.5 لک زن است. 1 لک زنا خو یک فرد نکاح کرد، 50,000 زن دیگه اوجا زاید باقی ماند. امی زنا سرنوشت زندگی خود چه قسم جور بکنه؟ کدام را انتخاب بکنه که یا هم هر کدام آرزو داره که من صاحب اولاد و صاحب خانه و خانواده باشم، امیا چی بکنه؟ اینجا دو راه وجود داره. یک راهی طور وجود داره که یا هیچ زندگی را اختیار نکنه، قرار بشینه، ای امکان نداره. چرا؟ امو فطرت و امو تقاضایی که در وجود تو برای زندگی و برای جفت و جور است، اونمو زندگی امرای از او هم است. تو میخواهی امرای زن زندگی کنی، خانواده تشکیل بدی. زن میخواه که امرای شوهر خود خانواده تشکیل بده. امی 1 لک زن که امی خواهش داشت، 50,000 دیگه هم امی خواهش داره و هم یک زندگی جور بکنه. پس این امکان خونه داره که امی رقم بشینه، مجبور است که خانواده یا زندگی خود جور بکنه. یا الله اقل اما آن چیزی که خواهش نفسیش است امو را پوره بکنه. آلی امی پوره کردن خواهش نفس یا به اصطلاح زندگی جور کردن برای خود دو راه داره. یک راه است که از نگاه یک قانون برای ازی حق داده شود که یا در بند یکی از مردا قرار بگیره به نکاح صحیح شرعی و واقعا تشکیل خانواده بده که تمام کفالت اولادا و نان و نفقه زن امو شوهر در دوش خود بگیره، مثل زن اولی خود. اگر 3 باشه مثل 2 زن اولی خود، اگر 4 باشه مثل 3 زن اولی خود. نظام مقدس اسلام اینمی را انتخاب کرده به این خاطر که نعوذ بالله نه حق تلفی ده زن شوه که زن از حقوق خود محروم بمانه و نه اینطور شوه که نعوذ بالله دور افتاده باشه. دنیای غرب کدام را انتخاب کرده و میگه نه، این زن اگر خواهشات خودم پوره میکنه از راه غلط بکنه. از همون خاطر است که در هر کوچه و بازار نعوذ بالله در هر جا میبینی که عمل غیر اخلاقی در اونجا روان است و زبالدانی ها را میبینی که پر از چوچه هاست. چرا؟ به خاطر که زنی که زنا میکنه او پابندی اولادی خود داره؟ نداره. او خود نیاز به این داره که من خواهش خود پوره بکنم، دیگه خود آراسته میکنه، زیبا میکنه، در قصه اولاد و تربیه اولاد نیست. 4 روز دنیای خود به اینمی رقم تیر میکنه. دنیای غرب به اینمی پدیده مبتلا شدن. امروز ثمرات تلخی امی قانونی خود یا خودشان میچشه، لیکن آلی ظاهر کده نمیتونه، وگرنه در به در خاک بسر شدن. آلمان بعد از جنگ جهانی که کرد، وقتی که پس در مملکت نفوذ شماری شد، چند زنا از مردا زیاد بود، دیگر راه نداشتن با وصفی که عقیده به کلیسا و دین نصرانی داشت و در دین نصرانی دوم زن حرام است که کسی نکاح بکنه. مجبور شدن که موقع بده قانونی خود تصویب کردن که بله هر کس میتونه که چند زن در عقد نکاح خود بگیره. آخر مجبور به گپ شدن. نظام مقدس اسلام چون قانون الله متعال است، با آینده الله علم داره که چی حالات در پیش رو میاد. الله متعال مطابق امو حالات پیش شده قبل قانون گذاشته که با مو قانون عمل شوه و هیچگاه جامعه اسلامی در معرض خطر قرار نگیره. الحمدلله. از او خاطر این روا شد تعدد ازواج. تعدد ازواج به خاطر مصلحت امی زناست. آلی اگر یک زن میخیزه، مثل که در این روزا شما دیدی که یک تعداد زنا چیزی کاغذ چی کرده بود که زن دوم گرفته نشوه، ما میگیم ظلم سری خود میکنی. تو که قانون تصویب میکنی تیشه را در پای خود میزنی. چرا؟ تو زن خو فعلا شوهر داری، اما همشریت اونجا باقی میمانه. خصوصا زنایی که خیلی صاحب جمال و کمال نیستن. صاحب جمال و کمال خو یک نفر به خود زن گرفت، همه دیگرها چی کنه؟ او خام زن است. تو از یک طرف حق زن برآورده میکنی، از طرف دیگه ظلم سری زن میکنی. همین تو خواهر امو زنه که همشریت کسی گرفت، تو یک کمی بد شکل هستی و همشریت یک کمی شکل خوب داره، او طلبگار پیدا کرد رفت برد، لیکن تو باقی ماندی. آلی فردی برای تو موجود نیست که تو را نکاح بکنه. چرا؟ تعداد مردا مکمل برای خود یک زن گرفته، شما زنا خود زیاد هستی، مردا کم است. چرا مردا کم است؟ مردا در سنگر میره، شهید میشه، انفجارات که میشه مردا زیاد میمره یا زنا؟ در تونلا که بند میشه یک دم
کی زیاد میموره؟ در سیر سفر، در کارهای شاقه، در امور جنگی کلش مردا زیاد است. پس مرگم بالای کی زیاد است؟ مردا. خود به خود تعداد زنای اضافه باقی ماند. همین زنای اضافه چی بکنه؟ از تو خواهر سوال میکنم که تو قانون برده در پارلمان و ایره میگه که نه شوهر زن دوم نگیره، امیره برای ما جواب بده چی بکنه؟ این زن بشینه رای غلط ده پیش بگیره، رای زنا را، یا نه که به نکاح صحیح شرعی در پالوی همشیره مسلمان دیگه خود ایام یک زن دومی برای یک فرد مسلمان باشه؟ چی بدی داره؟ در صورتی که حقوق رعایت شود، لباس، نان، نفقه، تیر کردن شبها کلگی مساوی است. چی بدی داره؟ کدام بدی داره؟ اگر توی دلیل میگیری که نه یک شوهر 4 زن نکاح میتونه، یک زن هم 4 شوهره، یک شوهر 4 زن که نکاح میکنه 4 اولاد برش میاره، اما تو زن برای 4 شوهر 4 اولاد پدری داورده نمیشه. اگر تو میگی که نه امی معامله برعکس می بود، تو خوش شو که کلی سرپرستی و کلی بوج و تکلیف کی مرد در دوش خود گرفته که به دود زنی خود نان و نفقه پیدا کنه، حقیش بپردازه، تربیتش بکنه، هم مرا مشکل سری از او آمده، سری تو نه آمده. دو زن زندگی کرده میتونه، بالکل میتونه، خو شرط است که تعلیم قرآن کرده باشه، شوهرش هم علم به قرآن داشته باشه، زنام علم به قرآن داشته باشه. اگر متدین باشه زندگی خیلی آسان است، بالکل آسان است. بلکه بس اوقات میشه امی مرد زن گرفته لیکن اولاد از پیشش پیدا نشده، نیاز داره خانواده تشکیل بده، چی بکنه؟ مجبور است زن دومی را بگیره. اگر امی زن اولی مانع شود که نه نمیمانم تو را که زن دومی بگیره، مرد امی طور بدون اولاد باقی مان. اگر نه زن دومی بگیره اولاد شود، شده میتونه در اولاد مردم نیک و صالح باشه که برای توم دعا میکنه، برای شوهرم دعا میکنه، به پدر خودم دعا میکنه. گپ در سر عزیزته که از علم کار بگی، از جهالت کار نگیری. این امری جبری است، قانون جبری تقاضا را میکنه که در دنیا زنا زیاد است و ضرورت به چی است؟ به چه اندازه زیاد است؟ قرآن کریم تا 4 زن گفته، 4 حصه زن زیاد در دنیا پیدا میشه. از همون خاطر 4 زن جایز شده برای یک فرد. باز همیشه کلی افراد 2 زن و 3 زن و 4 زن گرفته نمیگیره، به یک زن اکتفا کرده. بله به بعضی مردم ضرورت پیدا میشه که 2 زن میگیره، مثلا زن اولیش اولاد نداره، مریض است، مشکلش رفع نمیشه، زن دومی میگیره، زن سومی گرفته میتونه، دومی هم اولاد ناورد، سومی گرفته میتونه، سومی ناورد، چهارمی را میگیره. خانواده به خود تشکیل میده. تعدد ازواج یکی از امور لازمه فطرت است. سرشت انسانی، خلقت انسانی تقاضای گپ میکنه. اگرچه دنیای کفری گپ خیلی بد میدانه، اما خود در منجلاب اینمی بدبختی ها واقع شده که زنا آنجا او قدر عام است که پرسان نکن. گپ خراب شده. چرا؟ به خاطری که زنا برای خود شوهر پیدا نمیتونه که از راه مشروع نکاح بکنه، تشکیل خانواده بده، مجبور است برای پوره کردن خواهش خود نعوذ بالله تن به زنا بده و عمر خدا، عزت خدا، شرافت و آبروی خدا مکمل از بین ببره، برای تمام عمر ذلیل و خوار باشه نعوذ بالله. اینی حالت در اونجا اصل ظلم سر زنا در اون نظام و در نظام کفری میشه. باقی من که پیغمبر علیه السلام چرا 9 زن از 4 اضافه داشت؟ حکمتای خیلی زیاد داره. هیچ کسی اعتراض سر پیغمبر کرده نمیتونه که او خواهش پرست بود نعوذ بالله. چرا؟ سن جوانی خود پیغمبر علیه السلام امرای زن سپری کرده که 2 شوهر تیر کرده بود. خدیجه رضی الله عنها سیاسری بود که 2 شوهر قبلا چی کرده؟ بگوی تیر کرده. در سن 40 سالگی زن که 40 ساله شو از همه خواهشات تقریبا بسیار چی میشه؟ ناقص میشه. پیغمبر علیه السلام در 25 سالگی اگری خواهش پرست می بود، آنقدر امین و صادق بود که کلی اهل مکه در امور خیلی بزرگ خود اعتماد سر کی میکرد؟ پیغمبر. پیشنهادهای متنوع برای زنها برای پیغمبر شده بود، پیغمبر زن نگرفته بود. در 25 سالگی تا 12 سال از سن نبوت، سال نبوت با امرای خدیجه رضی الله عنها تیر کرده، بر علاوه دیگه سالایش بیبی. زمانی که پیغمبر شد هر صحابی خوش داشت
که دخترش زنی کی باشه؟ پیغمبر علیه السلام باشه. و دختر جوان، پیغمبر میتونست زنای جوان نکاح میکرد، اما تا 52 سالگی پیغمبر علیه السلام فقط یک زن داشته، خدیجه رضی الله عنها، که صاحب چند؟ بگوید 2 شوهر سابقه بود. بعد از او تا سن 58 سالگی را پیغمبر علیه السلام از 4 زن اضافه نداره. مثل یک فرد عادی مسلمان دیگه که حق 4 زن نداره، پیغمبر تا 58 سالگی چیسته؟ 4 زن داره. آدم که 58 ساله شوه دیگه حتی حاجتش پیدا نمیشه به طرف زن، آنقدر ضعیف و پیر میگرده. پس از او پیغمبر علیه السلام یک زنش اضافه شده که در سال 63 پیغمبر علیه السلام جهان وداع گفته و رحلت کرده. زنایی که پیغمبر علیه السلام گرفته غیر از عایشه رضی الله عنها کلش چی هسته؟ زنان بیوه است، بعضیش یتیم دار است. اگر پیغمبر خواهش پرست می بود باید از سال اول دخترها را به نکاح میکرد، زیاد به نکاح میکرد. نعوذ بالله. حالا که طور نیست، بلکه نکاح پیغمبر علیه السلام با ازواج مطهرات روی یک حکمت بزرگ صورت گرفته. ام حبیبه هجرت کرده بود، شوهرش در دیار هجرت وفات کرد و دختر شخص عادی نبود، دختر ابو سفیان سرلشکر دشمنای پیغمبر علیه السلام بود که پسان اسلام آورده. اگر او در دیار هجرت همونطور به سرنوشت باقی میمان، در کدام سرحد میرسید؟ پیغمبر علیه السلام قطعش نکاح کرد، تسلی دل از او در دیار هجرت توسط از او شده. ام سلمه رضی الله عنها، ابو سلمه که وفات میکنه گریان میکرد که آیا مثل ابو سلمه واره کسی دیگریم پیدا شوه، یتیمم داره در دیار هجرت هم است. پیغمبر به نکاح میکنه شه. تسلی دل ام سلمه رضی الله عنها توسط امین نکاح میشه. صفیه انتخاب میشه، دختری پاچاست. به مجردی که فهمید که این دخترم به این مقام رسید، اونجا یک دم مردم رو به اسلام آورده. عایشه دختر او شخصیتی است که شانه به شانه، قدم به قدم قطع پیغمبر علیه السلام در سنگر، در جهاد، در تعلیم، در دعوت قطع پیغمبر علیه السلام هم نواسته. دختر از او را به نکاح نگیره. حفصه دختر عمر رضی الله عنه است، شخصیتی که اعلانه بگه اسلام علنا آشکارا اعلان کرد، اما طور مرد شجاع دخترش به نکاح نگیره. در هر کدامش حکمتای بزرگ است. اگر کسی پشت ازی میگرده، رساله های مستقل در این مورد چاپ شده که چرا پیامبر علیه السلام ازواج زیاد نکاح کرده. فان خفتم الا تعدلوا فواحده. اگر شما ترس داری از یالی میفهمی که ما عدالت رعایت کرده نمیتونیم، قطع یک زن نکاح بکنی. نکاح کردن امرای 2 و 3 و 4 در صورتی بود که توانمندی رعایت عدالت داشتی. اگر نداشتی بس با یک زن اکتفا بکن، یک زن نکاح بکن. او ما ملکت ایمانکم، یا نکاح امرای کنیز بکن. چرا؟ کنیز حقوق زیاد نداره، از او خاطر امرای از او نکاح بکن. ذالک ادنا، این خیلی نزدیک کننده است الله تعالی که شما در ظلم واقع نشوید. عین عدالت کی شده میتونه؟ دمی یکی هم بس اوقات یک آدم آنقدر ظلم میکنه که پرسان نکن. امیالی در معاشره افغانی ما و شما راستی تا نبگه به چی اندازه ظلم سری زنا میشه؟ یک زن است اما آنقدر تعذیب میشه، توهین میشه، تعقیر میشه، پدر و مادرش دو دشنام میشه، لط و کوب میشه، روزانه در خانه پدر روان میشه. چقدر ظلم روان است. الله متعال میفرماید عین عدالت نیست نکاحت یک زن. خب بله نزدیک میسازه انسان در عدالت، اما عین عدالت وقتی میشه که تقوی الله در قلبت پیدا شود. باز تقوی الله که در قلب بود 3 و 4 و 1 برای تو بالکل برابر است. هیچ نوع ظلم از تو شده نمیتونه. شرط ده است که تو واقعا تقوی را پیدا بکنی، سری تقوی عمل بکنی. و آتوا النساء صدقاتهن، بده به زنا مهرایشانه. یک نوع ظلمی که در طبقه زنا در روز زمان میشد ندادن مهرشان بود، ولو که او زن کبیرام می بود، بزرگام می بود. جاهلیت امروز ما مکمل هو به او جاهلیت امروز است. اونجا مطرح این نبود که اینمی زن خوش است که به کسی میدی یا نه. اونجا مطرح نبود که زن مهر زن از کی میشه و برای کی داده شود. اونجا مطرح نبود
که زن باید در یک جای خوب مناسب بده، میگنه دور کنیشه که رنگش دگور شود. این کارا را میکرد. امروز در معاشره افغانی ما و شما هو به هو میگه پاس به نام تویانه نمیگیره، خرج و مصرف کرده پدر و مادر رو وا میکنه، رشوت ها گرفته نمیشه، رشوت ها را میفهمی. خیشی که شروع شود باز خاندانی بچه کلی اونمو خاندانی دختر والا را آلی دایی وقتا رواج برآمده، خرد و کلان و زن و مردشه، ماما و خاله و عمه و کاکا 50 نفر 100 نفر میمان میکنه. رواج چی است؟ از شست پای تا فرقی سر باید بپوشانیشه. پیراهن بگی، کرته بگی، چپلق بگی، بورد بگی، قراقولی بگی، لنگی بگی، پتو بگی، چادر بگی، حالا دریشی بگی، در بدری خاک بسری. این رشوت است، حرام است، حرام است، این رشوت است. دیگه وقت امی دختر به تو نداده بود بری تو امی گپا را بکرد، نانی خشکم برات نمیداد. حالی تا وقتی که دختر نبرده این رشوت ها را داده برو. این کلش رشوت است.